این وسط واقعا فقط میشه گفت سلامتی عمان. چقدر آدم حسابیه این عمان، خیلی خفنن. هر هفته دارن عجیب خودشون خرج میکنن که این دوتا با هم آشتی بکنن. خیلی بازم کاره. مثل اینه مثلا دایی تو خالتون سر ارث دعواشون شه برن خونه عموتون بشینن اونجا با هم بحث کنن. اینقدر بی ربطه. بعد اینا اینقدر سفره دارن. سر این مذاکرات گفتم برید ایتالیا، گفت نه به خدای بذارم برید ایتالیا، برید اونجا بشید تو سفارت من. ما اونجا هم ویلا داریم، برید اونجا بشید با هم چیز کنید. بعد اینا هم ماشاءالله بخور. آقای عراقچی رو که شما دیدی، هر کی شغل ایشون نداره فکر کنم فود بلاگره، هر جا میره رستوران و اینا. یعنی منابع عمان رو داره. یه بارم ما اینا رو دعوت کنیم جدی، مذاکرات که تموم شد یه بارم ما عمان حالا سر یه مسئله دعوتشون کنیم بیان یه حال اساسی بهشون بدیم. باور کن اگر مذاکرات این حالت غیر مستقیم خالص شه مستقیم شه، اینا اصلا کلید میدن میگن خودتون برید اونجا تو ویلای ما مذاکره کنید، مثلا تو اسپانیا کلید میده میگه برید من این مذاکرات برای شما هر کاری خود بکنید، براتون گوشت و مشروب هم گذاشتم.